یکی از جالب‌ترین آزمایش‌هایی که زیستشناسان انجام میدن اینه که چطور یک ماهی گوشتخوار رو جوری تربیت کنن که بقیه ماهی‌ها رو داخل آکواریوم نخوره. خیلی ساده است. وسط آکواریوم یک شیشه میذارن، سمت راستش یک ماهی گوشتخوار و سمت چپش چند ماهی عادی و جلبکخوار قرار میدن. و اینجوری داستان شروع میشه که بلافاصله ماهی گوشتخوار به بقیه حمله میکنه، اما به شیشه میخوره و نمیتونه اونها رو شکار کنه. ماهی‌های دیگه هم از ترس جونشون هر بار فرار میکنن و ماهی گوشتخوار این کار رو بارها و بارها روزها پشت سر هم تکرار میکنه تا جایی که بالاخره میپذیره که به هر دلیلی که هست اینها رو نمیتونه شکار کنه. حالا بعد از چند هفته زیستشناسان حایل شیشه‌ای رو برمی‌دارن و اتفاق جالبی میفته. با اینکه دیگه مانعی وجود نداره، اما دیگه هیچ وقت نه ماهی گوشتخوار تلاش میکنه بقیه رو شکار کنه، نه ماهی دیگه از دستش فرار میکنه. حالا دلیلی که این داستان رو به شما گفتم اینه که در سراسر زندگی در ذهن شما هزاران دیوار شیشه‌ای ساختن. از بچگی هر چیزی که می‌خواستید والدینتون میگفتن که نمیتونید داشته باشید. میگفتن که پول نداریم، پدرت درآمد نداره. در ذهن شما فرو کردن که پول در آوردن سخته و هزاران مانع دیگه‌ای که الان وجود خارجی ندارن، اما شما بر اساس اونها دارید اکت میکنید. هزاران فرصت شبیه این ماهی‌ها هر روز دارن از کنار شما رد میشن، اما شما فلج شدید، بی اختیار نمیتونید ازشون استفاده کنید و خودتون هم نمیدونید چرا. اما دلیلش اینه که شما رو هیپنوتیزم کردن، قواعد و قوانینی رو به شما یاد دادن که وجود خارجی نداره. شما قبلا مثل یک بچه فیلی بودید که به یک درخت بستن و نمیتونست فرار کنه، اما الان که بزرگ شدید ده‌ها درخت شبیه این رو هم میتونید از ریشه در بیارید، اما دیگه اراده‌ای برای این کار ندارید، چون این باور رو در ذهن خودتون پذیرفتید که نمیشه. میگه کسی که شکست خورده رو میشه کارش کرد، اما کسی که در ذهن خودش شکست رو پذیرفته نه. بشکنید این حفاظهای فکری رو، بشکنید، از کوچکترین هاش قدم به قدم شروع کنید. برید ببینید و باور پیدا کنید که جهان جای آزادتر، پهناورتر و پرنعمت‌تر از اون چیزی که فکر میکنید. همیشه میگم فراوانی کار میکنه، اما برای اونهایی که بهش باور دارن، چون میتونن این فرصت‌ها، این ماهی‌هایی که آروم آروم دارن از کنارشون رد میشن رو ببینن.